در ادامه آیت هم میفرماید ان الله بالغ امره، خداوند آن چیزی را که خواسته است امر خود را به نهایت خواهد رساند. در مورد هر بنده هر چیزی را که خواست، وقتی که مشیت خداوند با آن تعلق گرفت اون خواهد شد. ببینید صدر این آیت و این چند آیتی که تا اینجا عرض شد درباره چی چیزی بحث میکند؟ چیزهایی را برای ما خداوند میگوید که به نظری ما طبق عادت جاری نیست. یعنی تو به خدا توکل کن، تقوای الهی را داشته باش، خدا خودش از جایی که تو به ذهنت نمی آمد روزی خواهد داد. یعنی چیزهایی که ظاهرش چنین میرساند که خداوند کارهای خواهد کرد که بیرون از قانون علیت است، سببیت است. خب پول به دست آوردن، مال به دست آوردن بر اساس قانونی علیت، سببیت این است که تو رو کار کن، زحمت کش و خب نتیجه و تلاش زحمتی تو آن پول و مالی است که به دست خواهی آورد. نه اینکه تقوای الهی داشته باشی یا توکل به خدا کنی. البته توکل و تقوا اینا حالا در جای خودش خواهد آمد که به این معنا نیست که توکل کنی یعنی چی پایت رو به آسمان کنی و خوابی و گویی که خدای من به تو توکل کردم خودت روزی من را ده. نه، این به یک برداشت خطاست. مراد این در این دو اولی صدر این آیت خداوند که نگویی چیزی را مطلبی را دارد برای ما میگوید که بیرون از قانون علیت است. اما آخری آیت را توجه کنید، خدا میگوید قد جعل الله لكل شیء قدرا. البته بدانید که خدا میفرماید که هر چیز برای هر چیز خداوند اندازه قرار داده است. قانون علیت همین چیز است. در این قدر در اینجا به این معنایی نیست که حالا بعضیا میفهمند که خب منظور حجم، هر چیزی رو خداوند با یک حجم و اندازه معین آفریده است. نه، مراد این که هر چیز در این هستی جایگاه خودش دارد، جایگاه مشخصی دارد که با سایر موجودات فرق دارد و هر چیز بر مستند به اسباب خودش است. اندازه همین، یک چیز اتفاقی نیست. یعنی در این آیت خدا گفتنی است آنجا که بنده تقوای الهی پیشه میکند و توکل به خدا میکند و خداوند او را از جایی که او حساب نمیکرد روزی خواهد داد. حتی اینجا هم معناش این نیست که خداوند از دایره قانون علیت که خودش گذاشته کار انجام دهد، بیرون از این دایره کار انجام دهد. نه، حتی این کارها نیز مستند به علل و اسباب هست. ما آیات فراوانی به این معنا داریم. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی در این هستی نیست مگر در نزد ما خزینه های آن هست. یعنی همه چیز که در عالم هستی تحقق میپذیرد این از نزد ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم. اما کارهای خدا، خب افعال خدا که در جهانی ماده تحققش در جهانی ماده
به قدر معلوم است، با اندازه های مشخص است که در این عالم حکم فرماست. توجه هستید؟ این به همین معناست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، به همین معناست. ما هیچ چیزی را فرو نازل نمی کنیم، فرو نمی فرستیم مگر به اندازه معینش معلومش. یا انا کل شیء خلقناه بقدر، ما همه چیز را، تمامی اشیا را، همه پدیده ها را، چی چیزهایی که اعیانه، چه اعیان باشند چه افعال باشند، چه همه چیز را ما با یک اندازه قرار میدهیم. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، خداوند آفریننده هر چیز است. فقدره تقدیرا. و خلق کل شیء، خداوند هر چیز را آفرید، آنگاه برای آنها اندازه مشخص کرد. حالا من این قدره تقدیرا اندازه قرار داد، اندازه گذاشت به این معناست که مثلا اگر سیبی که ما میبینیم هست، چگونه اینکه آفریده خداست، همه چیز آفریده خداست، اما خدا چه خیلی آن را آفرید؟ یک دفعه از آسمان فرود آمد؟ نه. سیب برای آن که پدید آید، خداوند این اندازه ای که برای آفریده شدن پدید آمدن سیب قرار داده است، همین درخت است و یک دهقانی است که آن درخت را نگاه و بین میکند، خورشیدی هست که نور باید بتابد، زمینی باید باشد که مناسب باشد برای ثمره دادن این درخت، که اگر مثلا آن زمینی شورزار باشد، خب اون درخت صلاحیت میوه دادن را از دست میدهد. همه اینها یعنی اسباب و علت هایی که سبب میشوند که سیب پدید آید، اینها همون اندازه آن سیب است. و ما ننزله الا بقدر معلوم و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی، خداوند آفرید، سوا نیک آفرید، درست کرد. به این معناست که هر چیزی را که خداوند آفرید درست آفرید، نیکو آفرید. والذی قدر فهدی، خدا همون کسی است که آفرید، نیکو هم آفرید، با اندازه آفرید. با اندازه آفرید یعنی هم مثالی که زدم. فهدا، و راهنماییش هم کرد که این بحثش دیگر جداست. پس خداوند متعال قبول دارد که هر حادثه چی مادی و چی غیری مادی، اینها همه در دایره قانونی علیت که خدا خودش آن قانون را گذاشته است رخ میدهند و هیچ چیزی در این دنیا اتفاقی نیست. خب مطلب دیگر، پس این که معلوم شد، یعنی اگر معجزه و خارق العاده هم در جهان هستی قرار باشد اتفاق بیفتد، حالا چی تبدیل عصای موسی به مار باشد یا زنده شدن یک مرده باشد به دست حضرت عیسی علیه السلام، یا به یک چشم زدن آمدن تخت بلقیس باشد نزد سلیمان، اینها همه خارق العاده هستند، معجزه هستند. اما این حادثه ها نیست، توجه کنید، مطلب همین که من میخوام عرض کنم، این حادثه ها نیست، بیرون از دایره قانون علیت نیستند، همه اینها مستند به اسباب و علت ها هستند. چه خیلی که پدید آمدن یک سیب گفتیم مستند به اسباب و علت های مشخص مثل وجود درخت، دهقان، نمیدونم خورشید، شرایط
زمین مناسب و هزاران و ده ها هزار دیگر علت هاست. این حادثه هایی که خارق العاده هستند، معجزه هستند، این حادثه ها هم مستند به اسباب هستند، علت ها هستند، چیزی نیست که بیرون از دایره علیت باشد که حالا خواهیم گفت اون علت های اینها چگونه است. مطلب دیگر این که خداوند، این مطلب خیلی مهم، وقت درباره پدید آمدن یک چیز، یک شیء در جهان هستی سخن میگوید، چنان که آنها را مستند به اسباب و علتها میداند خداوند و هیچ چیز را بیرون از علتها نمیشمارد، همچنین همه آنها را به خودش مستند میکند. میگوید همه اینها تکیه به خدا دارند، همه اینها آفریده شده خدا هستند. مثلا همین سیبی که مثال زدم، ما با قاطعیت میگوییم این یک آفریده خداست، هرچند اسباب و عللی که پشتی سیب قرار دارند، یکی درخت است و یکی خورشید است و دهقان است و اسباب دیگر، اما علت فاعلی سیب، کسی که این سیب را آفریده است، به عبارت دیگر کسی که این سیب را از عدم به وجود آورده است، این خداست. اما سوال اینجاست که خدا وقتی میگوید چیزی را آفریده است، به این معنا نیست که یک دفعه از آسمان فرود فرستاده باشد. آفریدن خدا یک چیزی را و با اون مقداری معین و اندازه مشخص که عرض کردم، این است که خداوند هر چیزی را که میخواهد بیافریند گفته است که چنان قرار داده است، مشخص کرده است که آفریده شدن این چیز بر این صورت و آن صورت است. خب اگر مار در این دنیا هست، خداوند آن را آفریده است، اما اراده خداوند برای آفریده شدن این مار چگونه تعلق گرفته است؟ به این صورت که یک عرض کردم که ماری نرینه‌ای باشد، مادینه‌ای باشد، با هم لقایی کنند، آمیزش داشته باشند، سپس این به وجود می آید، نه اینکه یک دفعه از آسمان بیاید. متوجه هستید؟ اما یک نکته هست که خیلی نکته ظریف، دوستان این را باید از ذهنها دور نکنند. خداوند متعال نسبتش با ما چگونه است؟ با آفریده های خودش چگونه است؟ نسبت خدا با موجودات جهان. خیلی ها در تصور این ارتباط عالم با خدا مرتکب اشتباه شده‌اند که سبب شده است بعد یک پندارهای نادرست درباره خدا داشته باشند.